بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام خانم ها، آقایان محترم، دلداده های حضرت حسین علیه السلام. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی خوش آمدید به این یاد خدا. امیدوارم که اینجا به شما خوش بگذره و برنامه‌مون برای شما مفید باشه. اجازه بدید سلام و خیر مقدمم عرض بکنم به حجت الاسلام و المسلمین تراشیون عزیز که طبق معمول هفته های گذشته در چند روزی در خدمتشون هستیم. آقا سلام، خیر مقدم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. توفیقی است که برنامه دیگر رو در خدمت شما و بزرگواران هستم. زنده باشید، محبت دارید. ما از اول محرم قدم گذاشتیم در راه حسین علیه السلام. در این برنامه و موضوعات مرتبط با امام حسین در چند روزهایی هم تربیت حسینی رو در خدمت آجای تراشیون عزیز هستیم. این در حالی هستش که خیلی ها از عاشقان امام حسین علیه السلام الان قدم گذاشتن در طریق الحسین علیه السلام، از نجف به کربلا، جاده نجف تا کربلا، و عشق بازی میکنن با ذکر و نام و یاد از ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این بلوغ عاشورا، اربعین حسینی علیه السلام. خیلی ها هم در شرف مشرف شدن هستن، ازشون التماس دعا داریم و خدا کنه که همه این زیارت ها، همه این عرض ارادت ها باعث بشه که ما زندگیامون بیش از پیش رنگ و بوی زندگی حسینی پیدا بکنه. خیلی ها اصلا به همین واسطه میرن در این مسیر و پیاده روی اربعین. اونجا صحنه هایی رو میبینن، توی فضایی قرار میگیرن که تو این سالها شنیدیم از کسانی که مشرف شدن، میگن ما اصلا تا مدت ها وقتی از این پیاده روی بر میگردیم دیگه زندگیامون یه جورایی تأثیر گرفته از فضای روحانی و معنوی این پیاده روی و اون اتفاقات قشنگی که در اونجا میفته هستش. انشاءالله خدا نصیب قسمت همه آرزومندان بکنه. اگر فرمایش دارید که بشنویم، اگه نه بریم خلاصه برنامه هفته گذشته رو ببینیم. من اگر اجازه بفرمایید مرتبط با همین بحث تربیت حسینی نکته ای رو عرض بکنم. ما در برنامه قبلی 4 تا شاخصه رو بیان کردیم. بله. اراده بود، تاباوری بود، تواضع و فروتنی بود، صبر بود. شما وقتی نگاه میکنید میبینید همین ها در همین مسیر پیاده روی اربعین داره محقق میشه، تمرین میشه اونجا. یعنی خودش بله، یعنی یک مسیر تربیتیه. دقیقا. یعنی ما که سخن از تربیت حسینی میگیم، این مسیر همین طوره. برای بزرگ و کوچکش یه موقع عزیزی نقل میکرد، میخوام بگم ببینید تواضع این فروتنیه چجوری محقق میشه. من از راه دور دیدم که یه آقایی مثلا یه گاری نشسته، یه خانومی داره هلش میده. یه لحظه با خودم گفتم خب این چه کاری داره میکنه؟ مرد مثلا نشسته و زنش هلش بده. من رفتم نزدیک و با یه صحنه عجیبی مواجه شدم. دیدم که این آقا 2 پا رو نداره و خانوم هم نابیناست. و تعبیر اینا این بودش که خانوم من شدم پای برای همسرم و همسرم هم شده چشمی برای من در این مسیر. خب شما ببینید شما تو کدوم مکتب فکری میتونید یه همچون چیزی رو پیدا بکنید؟ آیا میشه پیدا کرد؟ این هن لباس لکم و انتم لباس لهن، قشنگ اینجا داره اتفاق یه مساق بله بارزش همینه. وقت ما میخوایم بگیم این مسیر اصلا مسیر تربیته. یعنی انسان اگر با دقت نگاه بکنه میفهمه که اون خضوع و فروتنی که افراد در خدمت به زوار ابی عبدالله الحسین علیه السلام دارن انجام میدن، هم که این مسیر گاهی اوقات گرمه، مثلا غبارآلوده، این با صبر و تحمل و یک اراده میخوای خودت رو به یک هدف مقدسی
نائل برسونیم، میبینی این داره اینجا محقق میشه. اصلا یه جمله کلی‌تر من عرض بکنم، یعنی هر جای شما به سمت خدا حرکت بکنید، هر جایی در مسیر اهل بیت قدم بردارید، شما این تک تکش اون داره شاخص‌ها و ویژگی‌های تربیتی محقق میشوند. لذا اینه که مکتب اسلام یک مکتب تربیتیه. خب ما 4 تا نکته رو تا برنامه قبل اشاره کردیم. من نکته بعدی رو میخوام اشاره بکنم. اگر اجازه بدید قبل از اینکه نکته بعدی رو از شما بشنویم، یه خلاصه ای از همون که فرمودید این 4 نکته رو از هفته گذشته مردم ببینن، برگردیم یه قشنگ در جریان بحث هم قرار بگیرن و نکته جدید رو بشنویم یاد بگیریم. بفرمایید. بله، مترصد این هستیم که شاخصه 5 رو در تربیت حسینی آقای ترشون بفرمایید استفاده کنیم. در خدمت. یکی از ویژگی هایی که ما در تربیت باید بهش توجه بکنیم اینه که فرزندانمون رو شجاع بار بیاریم. شجاعت یه شاخصه است، خصوصا در این عصر معاصر. شجاعت در تصمیم گیری، شجاعت در فعالیت ها، شجاعت در ابراز عقاید حقه. خب اینا نیاز به یک شجاعتی داره. بعد این ویژگی هم یه ویژگی شاخص در تربیت حسینی علیه السلام هستش که ما می‌بینیم وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام، هر که در گرد ایشون پرورش پیدا کرد، اولین ویژگیش این شجاعتش بود. یعنی از هیچی واهمه نداشت. یعنی وقتی مسیر رو حق تشخیص دادن، وقتی در کنار حق ترین انسان به نام ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفتن، این رو بروز دادن. شما در شب عاشورا گرداگرد ابی عبدالله همه یاران جمع شدن، اون جملاتی که اونجا رد و بدل میشد همه منشأ شجاعت. یعنی از قاسم ابن الحسن که شهادت و احلی من الاثر میبینه تا اون شاگرد مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام که میگوید اگر من بارها تکه تکه کنن، زنده بکنن، مسیری که بله برمیدارم غیر از مسیر اینی که شما برای من تعیین کردید. خب این شجاعت، حالا این در یه بخشی امروز فرزند ما حتی میخواد در عرصه زندگیش موفق باشه، نمیتونیم ما شجاعت رو ازش دور بکنیم. میگن آدمایی که شجاع نیستن آدمای وابسته این. و آدمای وابسته یعنی آدمایی که اهل تفکر و تعقل نیستن. لذا ببینید یکی از اتفاقاتی که اون نظام سلطه داره ایجاد میکنه همینه، میخواد شجاعت از انسانها بگیره که تبعیتش از اونها بیشتر بشه. و شما وقتی انسانهایی اهل تبعیت از نظام سلطه شدن، یعنی در از خودشون هیچ اراده‌ای ندارن، هیچ قدرت تصمیم گیری ندارن. مثلا خونش میاد بیرون 2 تا جوان مردم رو میکشه، بعد میگه که من در تأثیر مثلا فلانی بودم. و این قدرت تصمیم گیری نداره، اصلا نمیتونه حق رو از باطل تشخیص بده. لذا بچه‌هام رو باید شجاع بار بیاریم. حتما در مدل تربیت ابی عبدالله الحسین این گونه است. اما نکته 6 رو عرض بکنم. یکی از ویژگی‌ها رقت قلبه. یعنی کسانی که در این مکتب تربیت میشن این گونه هستن. یعنی نسبت به هم نوعشون بالاخره توجه دارن، ترحمی دارن، دقتی میکنن. شما مثلا وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببینید. اون شاعر چه زیبا میگه بر بیوه زنان دردمند شهر می نشیند و می گرید. یعنی این مکتب الهی یعنی و شما مواجه میشین با یک مظلومی، قرار نیست به یک ظلم بکنین. شما در مکتب فکری نظام سلطه تربیتی میبینید مظلوم رو بیشتر به ظلم میکنن، حق او رو بیشتر ضایع میکنن. ولی در مکتب فکری اسلامی اینجوری نیست. نسبت به کسی که قرار مظلوم باشه ولی از مکتب ما هم نباشه، در مسیر ما هم نباشه، ولی ازش باید حمایت بشه، باید بهش کمک بشه. حالا این توی تربیت باید محقق بشه. حالا خصوصا میدونین انسان ها یه ویژگی دارن که وقتی که کمک به دیگران میکنن، وقتی دیگران رو یاری میرسانن، اولین کسی که منفعت میبره خودشونن. یعنی یه حس خوبی پیدا میکنن. دیدین تو این زمانه وانفسا همه دنبال اینن که شاد باشن، شادی بکنن.
ولی ما اینقدر مفهوم شادی رو هم خوب نفهمیدیم. یعنی شادی رو فکر میکنیم این مسکنه هایی که الان تزریق میشه، نمیدونم دنسیه، نمیدونم تماشای یک فیلم طنزیه، اینا رو فکر میکنیم اینا شادی آفرینه، در حالی که اینطور نیست. میدونیم قدیمی ترین تعریف از شادی جناب سقراط داره. سقراط میگه شادی حس رضایتمندی از عمل کرده. یعنی وقتی انسان از عمل کرد و خودش راضی باشه، حس خوبی درونش شکل میگیره. و قطعا این آدمای خیر رو بریم پای صحبتشون بشنیم چقدر بهجت درونی دارن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به دیگران کمک میکنن. اون بالاخره افرادی که افتاده هستن رو، اینا رو دستشون رو میگیرن، یاری میرسونن. و این تو مکتب ابی عبدالله حسین علیه السلام بارز هویداست که ما هم باید بهش حتما توجه بکنیم. خب این بحث یاری رساندن به دیگران، رقت قلب تو مکتب ابی عبدالله حسین علیه السلام. در خود ابی عبدالله میبینیم این ویژگی وجود داشت. وقتی که آمدن پیکر مطهر ابی عبدالله رو به خاک بسپارندن، زخم‌های کهنه‌ای بر گرده و دوششون هستش. پرسیدن این چیه؟ حضرت فرمودن که اینها پدرم وقتی که نیمه‌های شب برای بالاخره افراد ناتوان جامعه، کسانی که لحاظ اقتصادی ضعیف بودن، انباهای نان رو میبرد، نمیدونم خرما میبرد، اینا رو دوش خودشون حمل میکردن و این پینه ها اثر همون هاست. و شما ببینید این ویژگی مکتب ابی عبدالله، ما باید بچه همون همینجوری بار بیاریم. مثلا مثالش در همین ماه محرم است، یکی از مصادیق بارزش که بچه ها تمرین بکنن کمک کردن به دیگران رو، خدمت کردن به دیگران رو. در همین مجالس عزاداری که من عرض کردم یه مکتب تربیتیه، نمیدونم اینو دقت کردین یا نه، اینایی که خادم الحسینن، توی حسینی ها کمک میکنن، اینها بیرون هم این روحیه درشون پرورش پیدا میکنه. یعنی آدم های خیرتری، یعنی اینجا انگار یه معرکه برای تمرین که بعداً بیرون هم این رو بتونیم تسری بدیم و سرایت بدیم. دو بچه همون رو خادم الحسین بکنیم، یعنی کمک بکنن در حیات مذهبی، در بالاخره همین ایام اربعین. خب علاوه بر اون پیاده روی اربعین، یه حرکتی هم جامانده های اربعین دارن که روز اربعین در شهرهای مختلف، تهران، جاهای مختلف میبینیم یک مسیری رو حرکت میکنن جامانده های اینجا اصلا خدمت بکنن. من اخیراً بود همین ماه محرم یک جایی بودم، رفتم یک نمایشگاهی بود، نمایشگاه زیست عفیفانه بازدید بکنم. دیدم یک مادری فرزند شاید 10-12 سالش رو یه مشکی رو دوش ایشون انداخته بود و تو نمایشگاه با این ظرفای یه بار مصرف آب به مردم آب میداد. هوام گرم بود و چقدر لذت بخش بود. و خود این فرزند چه حس خوبی هم داره. خب این داره تمرین میکنه این خدمت و مطمئن باشین بزرگ هم باشه و بشه در کنار جامعه‌ای که داره زندگی میکنه از افرادی که نیازمندن به راحتی عبور نمیکنه. یعنی این افراد تربیت شده مکتب ابی عبدالله حسین علیه السلام هم. ارتباط بدیم. حالا من انشالله نکات دیگه هم هستش که محضرتون در برنامه‌های بعدی هم اشاره خواهم کرد که جلوتر بریم تو این که اصلا یکی از شاخصهای مهم تربیت حسینی اصلا حسینی تربیت کردن بچه هامونه. حالا انشالله یه حرفی دارم اونجا در جای خودش خواهم گفت. یه نکته دیگه که باز ما به عنوان نکات تربیتی باید ازش یاد بکنیم، روح عبادی رو در بچه هامون شکل بدیم. یعنی این جزو مکتب حسینی است، تربیت حسینی. و ما وقتی نگاه هم میکنیم در روایات میبینیم که همین رو به ما یاد دادن. وقتی فرزندتون به دنیا میاد در گوشه و اذان و اقامه میگید، یعنی از همون اول میگید که اومدی بندگی کنی، از همون اول میگی که اومدی در مسیر خدا قرار بگیریم. بعد ما در روایات دیگه هم داریم، مثلا در روایت داریم اگر اولین جمله‌ای که بچه زبان باز میکنه بهش یاد میدیم کلمه لا اله الا الله باشه، این حسنیه، این کلمه یک دژ میشه برای او که ایمن میمونه از اینکه شیطان به اون نفوذ بکنه.
در روایات دیگه هم داریم که بیان میشه. مثلا در روایتی داریم وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی فرزندانتون به 3 سالگی رسیدن به اونها بگین 7 بار بگوین لا اله الا الله. 3 سال و 7 ماه و 20 روزگی بهشون بگین که 7 بار بگوین محمد رسول الله. به 4 سالگی رسیدن 7 بار بگوین صلی الله علی محمد و آله. به 5 سالگی رسیدن دست راست و چپ اونا رو یادشون بدید، رو به قبله بگین سجده کنن. به 6 سالگی رسیدن رکوع و سجده رو به اونها یاد بدین. به 7 سالگی رسیدن بگین هر میزان الوضو رو بلدن بگیرن و هر مقدار از نماز رو میدانن بخوانن. به 9 سالگی که رسن نماز رو به اونها یاد بدین، انشاءالله اهل نماز بشن. ببین روح رشد فرزندان ما بر اساس اون روح عبادیه. یعنی بچه ها رو باید از اون ابتدا با این موضوعات آشناشون بکنیم، ولی با یه سیر تدریجی. خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. باز من یاد آیه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، روح عبادت و بندگی رو باید در بچه ها ایجاد کرد افتادم. خوبه به نظرم یه زلف دلی گره بزنیم به آستان قرآن کریم و این آیه رو بشنویم و برگردیم اگر اجازه بدید. بسم الله، بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا کنه که روح بندگی اولا تو زندگی های خودمون حضور داشته باشه و بعد بتونیم اون رو انتقال بدیم به زندگی بچه‌هام. بفرمایید. انشاءالله. ببین برای ایجاد روح بندگی محیط هم خیلی مؤثره. ما لذا در تربیت نباید از قدرت محیط غافل بشیم. بله. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای فلسفی تو بحث تربیتشون میگفتن ما 2 عامل مهم در تربیت داریم، یکی وراثت هست، یکی محیط هست. وراثت خب قدرت خودش رو داره برای تربیت، لذا خیلی هم تأکید شده تا اونجایی که حتی میگه وقتی تو میخوای ازدواج بکنی ببین آیا این دختری که انتخاب میکنی میتواند مادر خوبی برای فرزندانت باشه. یعنی اون اصل رو و ریشه رو هر دو طرف باید بشی توجه بکنم. یاد امیرالمومنین افتادم برای انتخاب خانم ام البنین. بله. بعد ببین نتیجه چی میشه. میخواد یه چیزی. بله. یعنی این دقت در انتخاب ثمره و نتیجهش چی میشه. نکته دوم بحث محیطه. محیط هم میدونین یه جای قدرتش از وراثت بیشتره. شما مثلا حضرت نوح پسری داره، بعد ببینید این پسر در از پدرش نوحه، یعنی یکی از پیامبران و اولوالعزم الهیه. یعنی قدرت وراثتی قویه، ولی با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. یعنی این محیط چقدر اثر میگذاره. ولی ما توی بحث‌های بندگی بچه‌هامون و فرزندانمون رو با محیط‌های بندگی بیشتر آشنا بکنیم. من خیلی عذر میخوام یه مقدار بی‌پروا برخی چیزا رو میگم. بچه‌ای که مسجد رفتنش کمتر از فست‌فودی رفتنشه، خب باید ببینیم چی میشه دیگه نتیجهش. بچه‌هایی که ما کمتر به محیط‌های عبادی میبریمشون، کمتر حضور پیدا میکنن، اینا آسیب میبینن. بعد میدونید معمولاً هم بچه‌هایی که در مسیر بندگی خدا قرار نگیرن پدر مادرها ازشون راضی نمیشن. یعنی چوبش خود پدر مادر رو یه جایی میخورن، آسیب میبینن. لذا در اصل وقتی انسان رو بر اساس فطرتش ما تربیت میکنیم، این فطری بودن در اصل اینه که تلطیف میشه این روح. زیست در کنار او خوشایندتره. آدمای فطری رو آدم بهتر میتونه در کنارشون زندگی بکنه. اگر میخوایم در مسیر فطرت قرار بگیرن در مسیر بندگی خدا باید باشم. و من بعد اینجا این جمله رو بگم. ببینید گاهی اوقات دشمن یا اون نظام سلطه تربیتی کار عجیبی هم نمیکنه ها که ما فکر کنیم خیلی کارهای پیچیده و عجیب غریبی داره انجام میده. اون چون محور کارش بر اساس غریزه است راحت تر میتونه یارگیری بکنه. کار فطری کار دشواریه. مثلا ببینید الان حضرت علی به من بگین که مثلا فلانی تو اگر 10 تا نوجوان رو بدیم میتونی یه هفته نماز خونشون کنید وقت بذاریم؟ میگم بعید، نمیشه قول داد. 1 ماه
بازم نمیشه. 1 سال بازم نمیشه. حالا این 10 تا نوجوان رو بهتون بدیم شما خرابشون بخوایم بکنیم، چقدر وقت میخوایم؟ میگم نصف روزم زیاد. یعنی خراب کردن کاری نداره، خیلی راحت. ولی بر اساس فطرت جلو بردن کار. اینکه ما میگیم انقلاب اسلامی معجزه است، یکیش همینه. این چقدر انسانها رو به سمت فطرت هاشون برد. شما همین ماجرای پیاده روی اربعین رو ببینید، یعنی به نظرم بزرگترین انتقال انسان ها از یک کشور به یک کشور دیگه توی بازه زمانی کوتاهه. برن اون وقت تو یک مسیر پاک نورانی بین حرم امیرالمومنین و امام حسین با نیت خالص، با وضوع، با عشق به اهل بیت قدم بردارم. خیلی کار عجیبیه. یا شما مثلا اعتکاف نوجوانای ما رو ببینید، همین سالی که گذشت در ایام اعتکاف شما میبینید 70% معتکفین بچه‌های دهه 80 و 90 بودن. یا مثلا شما این خدمت رسانی هایی که در قالب گروه های جهادی نوجوانا انجام میدن، شما مثلا در طول تاریخ نمیتونید نمونش رو پیدا بکنیم به این وسعت، به این طول. مثلا فلانجا سیل میرسه تا هنوز اون مثلا مسئولین تو اتاقا دارن تصمیم گیری میکنن، این جوانای گروه جهادی کارشون رو شروع کردن، بخش عمده از کار رو هم پیش بردن. یعنی این فطرته که ببینید این رو ما باید دنبالش باشیم که این اتفاق بیفته. تو همین تهران چند هفته پیش بود یه پدری به من میگفت ما یه قرار پنجشنبه ها داریم با خانواده‌مون. خانواده گفتم چیه؟ گفت ما هر پنجشنبه یکی از مساجد تهران رو میریم نماز میخونیم. ما 2 ساله داریم برنامه رو اجرا میکنیم. ما اصلا خود بچه ها لحظه شماری میکنیم پنجشنبه برسه بریم مسجد جدید رو تجربه کنیم، اونجا نمازی بخونیم. بعد من گفتم یه مژده هم به شما بدم، در کنار این حرکت خوبی که انجام دادید در روایات هم داریم که در روز قیامت جاهایی که انسان نماز میخونه چیکار میکنه؟ برای او شهادت میده. یعنی خب شما ببینید این همه مسجد در روز قیامت برای شما شهادت میدن با یک تدبیر خوب پدر و مادر. یعنی در این حالی که دارن بچه ها رو تربیت میکنن، صمیمیت بین اعضای خانواده افزایش پیدا میکنه، داریم قیامتمون هم به نوعی چیکار میکنیم؟ تضمین میکنیم. پس این روح عبادی یکی از ویژگی‌های تربیت حسینی که ما باید بهش توجه بکنیم. یه ویژگی دیگه ای که شما در مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام میبینید در مکتب تربیت، سخاوته. چون ما میدونیم یکی از مشکلاتی که الان میبینیم حتی تو خانواده ها بخل عاطفیه. مثلا آقا زبانش آزاد نمیکنه راحت به همسرش محبت کنه، خانم زبانش آزاد نمیکنه راحت به شوهرش محبت بکنه. ما باید سخاوت عاطفی داشته باشیم، سخاوت مالی داشته باشیم، سخاوت فکری داشته باشیم. همون اتفاقی که شما تو جریان مکتب ابی عبدالله الحسین می‌بینید. مثلا ابی عبدالله یه 2 بیتی منتسب به ایشون هست به این مضامین که من به همسرم و دخترم محبت میکنم و برای اونها هزینه میکنم. بعد فرمودن از مذمت کننده هم هراسی ندارم و این محبت رو تا زمانی که سر به تیره تراب نگذاشتم ادامه میدم. یعنی بخل عاطفی نداریم، محبت میکنیم. حالا دیگران هم هرچی میخوان بگن، چون بالاخره قدیم هم این حرفا بوده، مثلا فلانی زنزلیل، فلانی نمیدونم بله رویش اینه که، ولی اونا عمل درست رو عمل میکردن، کاری هم نداشتن مردم چی میگن. حالا میخواد مذمت کنه مذمت کنه. تو وقتی ببینی همسر نیاز به محبت داره چرا بخل می‌ورزی؟ فرزند نیاز به محبت داره چرا بخل می‌ورزی؟ یه آمار کوتاهی هم بدم بحثم رو تمام کنم. متاسفانه جناب آقای قوامی عزیز امروز نزدیک به 70% مردمی که روی کره خاکی دارن زندگی میکنن فقر عاطفی دارن. فقر عاطفی یعنی امروز فقر عاطفی بیشتر فقر مالیه. لذا برای همین من گفتم ما باید سخاوت عاطفی هم داشته باشیم. چیزی که داره موج میزنه این روزها تو اون جاده نجف تا کربلا، سخاوت مالی، یعنی طرف از خودش زن و بچهش با رضایت اونها میزنه، جمع میکنه و همین داره میاره اونا تقدیم میکنه به زائران امام حسین. و سخاوت عاطفی همش داره موج میزنه اونجا.